میخوره. همینطوره. شما میدونید که ما هر اقدامی که بکنیم، هر کاری که انجام میدیم، هر فعالیتی که میکنیم 2 تا اثر داره. یه اثر آشکار داره، یه اثر پنهان داره. خب اثر آشکار در ورزش کاراته معلومه. میگه آقا تکنیکام سریعتر شد، بدنم قویتر شد، انعطافم بیشتر شد، قدرت انفجاریم بالاتر رفت، زیباتر مبارزه میکنم، زیباتر کاتا میزنم، تکنیک میزنم، مهارت‌هایی به دست آوردم. اینا تأثیرهای آشکار تمرین کاراته است. اما در کاراته، در کل ورزشینه، خصوصا در سبکای رزمی و هنرهای رزمی، ما یه آثار نهفته هم داریم، پنهان هم داریم. تأثیرات پنهان رو نباید غفلت کرد. این تأثیرات پنهان در مقابل اون آشکار گاهی مهمتره. مثلا اگر مربی من خوب عمل بکنه، بدون سخنرانی، بدون حرف زدن، به من اعتماد به نفس میده. کاری میکنه که من در کنار این که مشت بهتری میزنم، به خودباوری هم میرسم، به خودشناسی خوبی هم میرسم. کاری میکنه که نسبت به دوستم حس خوبی پیدا میکنم و احساس همدلی هم پیدا میکنم. یعنی صفات عالیه انسانی. آفرین. یعنی من مهارت‌های زندگی رو میتونم بگیرم، اما اگر مربی متوجه نباشه، به جای خودباوری ممکنه غرور بده به ورزشکارش. خطرناک خیلی. یعنی لبه دوم هم داره. اون تأثیرات پنهان در مقابل آشکار مشخص، قابل اندازه‌گیریه، هر جا فکر کردی خوب نیست